سلام دوستان، به چنل آکادمیک پی سی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام بهتون راحت ترین روش دانلود ماینکرافت جاوا رو بهتون آموزش بدم. اول وارد مرورگرتون میشید، اینجا کلمه تی لانچر رو سرچ میکنید. اولین سایتی که بالا اومد و واردش میشید، یه ذره میاید پایین، روی این گزینه کلیک میکنید، نسخه ویندوز انتخاب میکنید و روی دانلود میزنید. بعد از اینکه دانلود شد وارد فایلش میشید، دوبار روش کلیک میکنید باز شه. این صفحه که باز شد روی کانتینیو بزنید، دوباره روی کانتینیو. اینجا یه گزینه داره که اگه فعالش کنید هر نسخه قبلی که از ماینکرافت تو کامپیوترتون باشه رو براتون پاک میکنه، که به نظرم همیشه فعال کنید بهتره. منتظر میشیم کار خودشو بکنه. به کانتینیو دوباره میزنیم. منتظر میشیم که تی لانچر دانلود بشه. بله، دانلود شد. شما تو این با این گزینه میتونید نسخه مورد نظرتون انتخاب کنید. مثلا من 1.17 که اپتیفاین انتخاب میکنم. اینجا هم شما اگه بخواید ماینکرافت آفلاین بازی کنید، اینجا هر یوزرنیمی خواستید بزنید و وارد شید. ولی اگه میخواید آنلاین بازی کنید، این کاری که من بهتون میگم بکنید. دوباره وارد تی لانچر بشید، اینجا روی ساین اپ میزنید، یه ذره میاید پایین، اینجا اسم ماینکرافتیتون رو انتخاب میکنید. اینجا هم یه ایمیل و پسورد میزنید و روی ساین اپ میزنید. اینجا براتون یه اکانت میسازه. دوباره وارد تی لانچر میشید، اینجا تیک اکانت رو روشن میکنید، اسم ماینکرافتی که اونجا انتخاب کرده بودید و اینجا میزنید. حالا من اکانت خودم بیارم. اینجا هم پسوردتون رو میزنید، روی سیف که بزنید اکانتتون رو پیدا میکنه. حالا الان میبینید که اکانت من اینجا پیدا کرد. روی اینستال بزنید شروع میکنه به دانلود کردن. حالا اینجا هم باید صبر کنید که براتون دانلود کنه. خب بالاخره ماینکرافت ما هم دانلود شد. الان روی اینترگیم میزنید و وارد بازی میشید. منتظر میشیم بالا بیاد. بله، میبینید که ماینکرافت ما بالا اومد. حالا اگه بخواید تکی بازی کنید روی سینگل پلیر میزنید و یه مپ میسازید بازی میکنید. اگر بخواید با دوستاتون بازی کنید، اینجا میاید آدرس سرور رو میزنید و بس میشید. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی مفید بوده باشه. لایک و ساب فراموش نشه. فعلا